صبح 12 اپریل سال 2024 جسد آغشته خونین یک مرد ناشناس را با زخم‌های زیاد در بدنش در شهر پاولوفسکی نویه پوشکین در کناره‌های شمال شرقی شهر سنت پترزبورگ روسیه پیدا کردند. پایگاه خبری پترول پترزبورگ خبر داد که کارمندان مقامات حفظ حقوق به جای حادثه آمده معاین کردند که مرد کشته شده شهروند 43 ساله تاجیکستان است. در بدن او بیش از 60 زخم کرد را حساب کردند. در رابطه با این حادثه بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی گشودند و لکه بعد چند ساعت با دیگر مقامات توانستند در کناره‌های جنوبی پترزبورگ تقریبا 20 کیلومتر دورتر از جای حادثه با گمان قتل هموطنش یک جوان 27 ساله زاده تاجیکستان را دستگیر کردند. خود این جوان دستگیر شده و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات او هموطن خودش را با چنین شیوه بهرمانه برای همگی 23500 روبل یا $250 پول قرض کشته است. بنا به فرضیه تفتیشات مهاجر تاجیک به بدن جبر دیده که گویا از وی قرضدار بوده است بیش از 60 ضرب کرد زده. بعد کشتن او تلفن موبیلش را گرفته توسط آن از حساب مرد کشته شده 23500 روبل پول قرضش را به کارت بانکی خود گذرانیده است و سپس تلفن را در یک مکان هنوز مشخص نشده پرتافته است. پایگاه خبری ماه 78 خبر داد که جسد مهاجر تاجیک را در حدود جمعیت غیر تجارتی باغداری زویازدوچکا پیدا کردند. باور می رود که جبر دیده در همین جا کار میکرد. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. نامهای تاجیک کشته شده و تاجیک متهم به قتل او نشر نشده است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرتی کاری می روند. پولهایی که از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران به تاجیکستان فرستاده می شوند یک منبع اساسی درآمد اکثر خانواده‌های تاجیک دانسته می شود، ولی هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود. اما هر سال ده‌ها مهاجر تاجیک در ملک مسافرت با مرگ مجبوری از جمله از دست هموطنان خودشان به زندگی پدرود می گویند. به حساب میانه هر روز مهاجرت جان تو 3 مهاجر تاجیک را می گیرد.